بزرگسالان را دارد. ثانیه‌های پایانی وقت و همینطور امامعلی نورعلی به مرحله نهایی می رود و آبی جبوف بهری به دست آوردن نشان برنجی مبارزه می برد. الکی این دو چهره تاریخ سازی کردند، قهرمانی نشان دادند و ما بسیار میخواستیم که این دو چهره را در مرحله نهایی ببینیم و در مرحله نیم نهایی هم با هم مبارزه بردن اینها واقعا غیر انتظار بود و ببینید که چگونه دیگر باره امامعلی نورعلی یک نفس آزاد میبرارد و از پیروزیش و راه یافتن به مرحله نهایی قهرمانی جهان استقبال میکند. در این حالت با همان شکلی که در گرند اسلم دوشنبه آبی جبوف را شکست داده بود، در اینجا هم طریق انا همان اصول یا حرکت انجام دادهش امتیاز وزری را کسب کرد که آن امتیاز او را موفق گرداند که به مرحله نهایی راهش را هموار بسازد و امامعلی نورعلی